فقط یه حرفی بهتون داشته باشم خصوصی پروژه درست کجا قطع بشه برش آقا ما جرد میزنیم ستیم ست اکانت اولی که زنیم اکانت دوم لاگین نمیشد من اومدم بیرون بازی بستم با اشتباه برنامه هم بسته شد ویدیو پرید این تیکه ویدیو دیگه ندارم ولی من یکی از اکانت تو اکانت اولی امسیزر گرفتم که میبینیم و مشکل ما تو اینجا بود خوب بچه ها الان ویدیو اونو ندارم ولی یه عکس دارم که اگه بشه وسط ویدیو چیه وسط ویدیو هیچی نداره اینا ولی اون اکانتی که چیزی داد شانس شما ویدیوش نیست ولی هست اکانت خودش دیگه چرت پرت میگم زبونم یکم بند اومده سر همین امسیزه که گرفتی وسط ویدیو من عکس امسیزه رو که گرفتم براتون میذارم که چی نکنید درسته بازی قبل ها که نگید مثلا این ویدیو علکی بود و اینا خودتون میتونید چی رو ببینید توی ویدیو حالون بده حاجی چرت و پرت دارم واقعا میگم من خدایش دارم چرت و پرت میگم نمیدونم چی میگم مثلا که امسیزه گفتم الان داشتم چی میگفتم اصلا خودم حالا نیست داشتم چی میگفتم گیج شدم واقعا گیج شدم خب داشتم میگفتم که توی ویدیو همه چی ها رو گفتم عکس امسیزه هم سیف کردم شانسی اونو من براتون وسط ویدیو میذارم یا آخر ویدیو دیگه کامنت و لایک هم بذارید که حمایت بشید 10 تا کامنت بسازم بیشتر بسازم این بار همش هم میخوام برای امسیزه بزنم مثلا بعضیش های اسنایپ اکسپیاره قشنگ نیست خیلی من بقیه رو نمیدونم آقا پس تا یه ویدیو دیگه خدا حافظ یه مشکل داره این برنامه که الان من دارم باش رکورد میکنم رکورد خب الان این ادامه ویدیو قبلی ها به هم میچسبونمشون نترسیم یه مشکل داره مشکل داره بهتون میرسم ببین اکانت دوم آجی تو این یه چی خداش بهشون بده برن کیف کنن یعنی واقعا دیشب 5 ساعت کار ساختم صفر سی پی بادم چی میگه اکانت دوم سیف فکر کنم یه اکانت برسه یه اکانت دیگه هم مونده اون یکی چی میشه که آخرین اکانت بریم بیرون بریم سر وقت آخرین اکانت بازی و
ترین اکانت. وای باز دوباره یه مشکل داشت. نه الان کار کرد. میخواستم بازی رو ببندم یه بار دیگه کار کرد. این بار کار کرد. خوب تمدنه نکنه. یه اجازه دیگه میگیریم یا دلیل خیلی گرفتار کنیم یا نه چی؟ صفر سیپی برای که بکنیم گرزون قبل که تموم بشه اصلا میزنه سیپی بکن داری صفر سیپی اصلا سیپی بکن تو نگرفتیم چیزی که یه 20 ثانیه آقا میخوام بزنم رو این 13 یه 10 ثانیه زدیم گردیم را فقط اسکممون نکنیم گردیم را باز کن وای اصلا فکرم رو آدم قابلیت جای بالا آها امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و تا یه ویدیو خداحافظی نمی‌کنم نه خداحافظی نمی‌کنم این باهاتون حرف بزنم و بعد خداحافظی کنم الان باهاتون حرف دارم آقا کسی که اکانت گرفتن فقط تک شرط داره هم یه شرط داره که اگر قبول باشه قبول آنچه خاصی نیست که شرط بریم یا تا خودمون یه دست براتون میتی بزنم که خب آجی یکم سب بدید فقط اینو من بگم اگر رفیق من این ویدیو رو دیده کامنت گذاشت من میفهمم سب اکانت فیکم بسازه من میفهمم من چیش میکنم به هر جا ریپورتشو میزنم بس نیو کامنت بذار من اینم خطا به رفیقم میگم درجه به ریپورتتو میزنم جوابه اگه اومدی کامنت گذاشتی خب الان من اینو فقط بزنیم بره خب یه دست مولتی بساتون بزنیم یا خداحافظی کنیم یا چند دست مولتی خیلی ساده‌ای بزنیم آقا ماپو هست که 20 تا خدمت خود سریع تمام شد من با تو یکم حرف دارم تمام 3 تا دستم بزنیم امروز آقا اینجا سری کارا بکنید کانال یوتیوب رو ساب کنید لایک کنید کامنت هم بذارید من بین کامنت ها قرکشی میکنم همه کامنت ها رو میارم تو گردونه همشونو یه جورایی خب میارم داخل قرکشی دونه دونه اسماتون رو میزنم داخل گردونه و میچرخونم یا اگه خیلی
تا 2 روز گذشت و برنده نیومد تو کانال تلگرام. کانال تلگرام هم بالای صفحه هستش. اگه بالای صفحه نگاه کنید نوشتمش اون کانال تلگرام، یا یه لینک هم اگه بشه، اگه بتونم لینکشو براتون تو کامنت ها بذارم. اگه بتونم لینکشو براتون تو کامنت ها بذارم و هم دیگه لینکشو براتون تو کامنت ها میذارم که نتونستیم بیاد نایمر کامنت ها میذارم. یک شاید خوب شده اصلا این 13 رو گرفتم و یه دور چیزی یه شوق افتاده تو بدن گیت شدم میکنه سب بزنم خودتون ببخشید. خب داخل کامنت ها میذارم که راحت باشید. یا اگر کامنت ها نشد دوباره اسم کانال تلگرام رو داخل کامنت ها میذارم. اگه نتونستم تلگرام که بزنید دقیق به بزرگ، اگه بزرگ بود بزرگ، اگه کوچیک بود کوچیک، همه تو درست بزنید میاد. پروفایل من یه چیز ساده بفرمید. حالا خودتون دیگه یه دونه کانال میاد بالا برنده میاد پیویانه. کسی دیگه پیویانه اگه داشتیم راش نمیدن. اگه لایک و کامنت ها بالا بود کامنت بیشتر درست میکنم که شاید اصلا دو نفر برنده شده که اینو حواستون باشه. خب اینو بگم من حواستون باشه اگه لایک و کامنت ها بالا بود یک کامنت بعد ویدیو علکی 20 دقیقه قشنگ وقت گذاشتم که این کامنت ها کلا چی بود کامنت ساختم با جعبه و ویدیو کلا 20 دقیقه الان نزدیک شده. حتما لایک بکنید، حمایت زیاد بکنید که من واقعا اگه این کارو بکنید من اکانت بیشتر میکنم 10 تا اکانت درست میکنم. شاید 5 تاش دانلودم گرفت 5 تا رو باز ادام میکنم. مثلا زودی اگه رفت یه چیز دیگه که اومد جاش بازم میگیرم دیگه. پس حتما لایک و کامنت یادتون نره که یه حمایتی عمل شده باشه من و شما هم و فقط من میفهم برای چیاتونم پروفایل بذارید اسمش برای عکس چوبتون پروفایل بذارید که مثلا برای تلگرام تا همون پروفایل باشه که مثلا اشتباه نگیرنتون، چون اینجوری میفهمم. یا چند روش دیگه بوده که بهتون نگم برید اونجا رو چی بکنید نتونم من. خب واقعا گیت شدم درست نمیتونم حرف بزنم. آقا خداحافظی کنیم بری بچه ها کلیپشو نگاه کنیم چه چیز نابیه تا یه ویدیو دیگه. خدا یار و نگهدارتون.